بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم مسلمانان معزز، شیعیان گرانقدر، بنده های خوب خدا، هم نفسای یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. ما سعادت همراهی شما رو تا پایان این نوبت از یاد خدا داشته باشیم. یاد خدایی که همچنان مهمون 40 اختران هست در شهر مقدس قم و در چند قدمی ذریح مطهر امامزاده موسی مبرقع، فرزند بلافصل حضرت جواد الائمه علیه السلام. و خوش به سعادت من و شما که زائرشون هستیم. حالا ما زائر نزدیک هستیم، شما زائر دور هستیم. ان شاءالله که شما خیلی زود تشریف بیارین و از نزدیک زیارتشون بکنین. ولی خب شما زائر از راه دور هستین، میتونه زائر با معرفت باشه. ما که از نزدیک هستیم میتونیم زائر بی معرفت باشیم. البته که خدا کنه باز هر دومون به نگاه پرمهر این عزیزان و امامزاده موسی مبرقع زائران درست درمون اونجوری باشیم که اینها دوست دارن، نه فقط اینجا بلکه در تمام مسیر زندگیمون و انشاءالله چراغ راه هممون باشن. خب خیلی ممنونم که اینجا هستین. یه فاصله بگیریم و برگردیم. دوشنبه های یاد خدا همراه هست با کارشناسی استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریای عزیز. موضوعش هم که یادتونه، من نگم، یه ذره فکر کنین که یادتون رفته. برگردین گفتگو شروع کنیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و سلام، خیر مقدم و عرض خوشحالی خدمت استاد عزیزم حجت سعیدی آریا. خیلی خیلی خوش آمدین. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله که خدا باز توفیق داد انجام وظیفه کنیم، خدمت شما برسیم. یاردانین، ما خدمت شما. انشالله هممون عاقبت به خیر و متخلق به اخلاق باشیم. انشالله. الهی آمین به دعاتون. انشالله. یه با این جمله‌ای که حاج آقا فرمودن یادتون اومد دیگه که ما راجع به همین عبارتی که فرمودن متخلق به اخلاق باشیم، اخلاق نبوی و اسلامی و دینی. موضوع برنامه ما که از دوشنبه هفته گذشته شروع کردیم به بهانه ولادت آقا رسول الله، موضوع مهم اخلاق بود. جلسه قبل تقریبا کلیتش موکول شد به اهمیت، تبیین اهمیت و جایگاه مهمی که اخلاق داره در زندگی. و حالا متن حواشیش هم اشاراتی داشتن استاد. این سوال پیش میاد که حالا که اخلاق، خوش اخلاق بودن انقدر برکات داره، انقدر مهمه، انقدر مؤثره، تأثیرگذاره تو زندگی فردی و اجتماعی ما، توی سعادت یا شقاوت ما چطور خودمون رو زینت بدیم به اخلاق خوش؟ چجوری به این جایگاه برسیم؟ انشالله به همین فرمایش که داشتی برسیم. الهیام. خب هر کاسبی کردنی یه بازاری شدن و یه خبره شدنی نیاز داره. گفت یه بچه‌ای رفت بازار و شاگرد یه مغازه‌ای شد. روز اول اومد پیش مادرش گفت مادر من دیگه بازاری شدم و خبره شدم. مادر یه نگاه کرد گفت با یه روز رفتی بازار؟ گفت آره امروز سرم کلاه گذاشتن. فهمیدم کلاه گذاشتن چیه دیگه، خب نمیره کلاه سرم نمیره. مادر یه نگاهی کرد گفت مادر کلاها رنگ با رنگه، اینجوری نیست که یه کلاه باشه که شؤونات مختلفی داره. یعنی همونطور که ما داریم الان مثل جلسه قبل که صحبت کردیم راجع مسئله اخلاق و اهمیتش، شیطان هم خوب بلده راجع به این قضیه صحبت کنه، نفس هم خوب روی این قضیه کار میکنه روی ماها. لذا باید اولا بشناسیمش. اگه میخوایم متخلق بشیم، اگه میخوایم کاسبی کنیم تو این قضیه، باید جنس خوب و از جنس بد تشخیص بدیم. باید بدونیم اصلا زمان کاسبی کیه، چه موقعی باید متخلق شد. اگر یه وقتی ما کنار همدیگه نشستیم داریم چای میخوریم خیلی خوب، هیچ مشکلی هم نیست. آیا لبخند اون موقع ارزش داره یا اون موقعی که کار سخت شده توی گرما بچه‌ها با همدیگه اون موقع روحیه دادن و لبخند زدن؟ هر دوش لبخند از یه نفرم هستا. زمانش رو بشناسیم، تو چه موقعیتی آدم این کار رو انجام بده. پس یه مسئله اولیه مسئله شناخته. این مسئله چگونگیشه، بشناسمش. میخوام متخلق بشم، به چی متخلق بشم؟ آدم‌هاشو بشناسیم، آدمایی که میپسندیم اخلاقشون رو بدونیم. این آدم‌ها به چه واسطه به این حالت اخلاقی در اومدن، چه تمرین هایی داشتن. یه آدمی رو شما می‌بینی یه بازوی قوی عضلانی داره،
ازش اولین سوال شاید بپرسی چی کار کردی که اینجوری شد؟ یک دستورالعملی میده که 3 سال پشت سرش کاره. اول این وزنه رو زدم، بعد نمیدونم این استراحت رو دادم، بعد اون وزنه رو زدم، بعد این مواد مثلا غذایی رو اینجوری خودم، این پرهیز رو داشتم مثلا تا این بازو من مثلا به این شکل در واردین آقا. آره شنیدیم والا. اگه وارد بودیم که وضعیت هیکلمون اینجوری نبود. خب عرض شود که خب هر کدوم از اینها یک مهارت است یاد گرفتن. آدم هم که میبینیم چی کار کردی که اینطوری شد؟ چی کار کردی؟ صبر و تحملت رفت بالا. مثلا به عنوان یه نمونه اگر بخوایم مثال بزنیم، صبر و تحملت رفت بالا، تونستی تو ناملایمات نگه داری. نوعا افراد، میخوام راهکار اول رو شروع بکنیم، افراد از قدم اول به قدم دوم به قدم سوم میرسن. سنگ بزرگ نشونه نزدنه. تو ضرب المثل من از فردا میخوام یک اخلاق خوشی داشته باشم که دیگه با هیچ کس نمیدونم چی نداشته باشم. یک چیزایی تصویر میکنن، اینا رو به چشم خودم دیدم تو نوشته ها. میاد مثلا طلبه هست یا کسی دیگه است، میاد من تصمیمات اخلاقیم اینه، یه چیزی مینویسه مثلا در حد آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، مثلا تا 3 روز دیگه میخواد به اونجا برسه. خب معلومه این یه رونده. تو اصلا زیرسازی این ساختمون رو درست نکردی، هنوز تو ابتداییاتش گیری. اینجور سنگ بزرگ بر نداریم. خطرش چیه؟ ناامید میکنه آدمو. یهو میبینه فردا نشد، پس فردا هم نشد، چه ولش کن، اصلا ما به درد این کارا نمیخوریم. اینا آدم خودش رو میخواد. میدونی چیه؟ این جملاتیه که تجربه روش دارم. میدونی چیه؟ اونا یه آدمایی هستن توی خانواده های دیگه‌ای بزرگ شدن، من نمیتونم اونجوری باشم. میدونی اونا یه همتایی دارن، شروع میکنه با مسائل تکوینی و اینها یه نسخه درست میکنه، کلا مسئله رو میذاره کنار. عجب. امروز یک قدم بیا جلو. من برنامه‌ام چه بیرون میرم یه سلام اضافه تر داشته باشم و اطرافی هم میخوام برم دارم سرگوچه اون نونوایی بقالی مونه دو همکارمه، از در اداره که میخوام بیام تو یه وقت اینجوری سرمو انداختم پایین، تق کارترم میکشم میام تو. یه وقت این آقای نگهبانی سلام حال شما چطوره؟ خوبی الحمدلله. یه نگهبان به سلام من دارم یه مثال عالی، شاید خیلی هم باهاش ملموس باشه، خیلی هم باش مثلا تجربه هم دارن تو این قضیه. فردا که رفتم مثلا به اون از اتاق فلانی هم که رد شدم، سلام خسته نباشین. دیروز میگفتم چی؟ سلام. امروز میگم سلام خسته نباشید، اضافه ترش میکنم به مرور. چون اگر یهو بخوام تغییر بدم اولا رفتارم تصنعی میشه، دیگران اصلا یه تعجب میکنن چرا اینطوری میکنه، مثلا تصنعی میشه. به مرور تو اندازه آزمایشگاهی شروع میکنم. این به معنی ایجابیش بود، اینا گفتم. از اون برم سلبی نگه داشتن. هر موقع میام مثلا فلان مسئله، هر موقع تو پارکینگ میام اگه کسی جلوم پارک کرده باشه به هم میریزم، اعصابم خورد میشه مثلا. حالا این دفعه این کارو نمیکنم. اتفاقا سعی میکنم یه نفس عمیق بکشم، آروم باش، الان این اتفاق افتاده، با عصبانیت تو هم اتفاقی نمیافته، درست نمیشه قضیه. بعد تازه مثلا بچت هم کنارت داره نگات میکنه، اونم الگو میگیره نسبت به این قضیه. خونت هم کثیف میکنی، یه اصطلاحه، خونت هم کثیف میکنی و چه ثمرات یا مشکلاتی که برام پیش میاد، ثمرات و خوبی هاش، مشکلاتم پیش خودم یه 2 تا 4 تا میکنم. خب امروز زنگ میزنم آقای فلانی این ماشینتون اشتباه کردید، اینجا پارک کردید. فردا روز بعد یه وقتایی دیگه در حد تنبیه برای طرف مقابل پیش میاد، اون یه بحث دیگه، یا اون تناسب گفتار تناسب رفتار جای خودشه. بچت داره لبه پشتمون میره، حفاظم نداره. میخوام بیای بگی پسر عزیزم 3 سالشم هست، اصولا ارتفاع برای انسان خطرناکه، این با مغز میره پایین، اینجا باید بودویی بگیریش، دستش هم ممکنه زخمم بشه دستش، یعنی میگیریش. متناسب بودن رو فراموش نکنیم. ما همه جا گفتن قول لین و این چیزا، اصلا همه جا هر سخنجایی و هر نکته مکانی داره. پس این تو موقعیت‌های مختلف یاد گرفتن، این که من بلخص به افراد نگاه میکنم، یاد میگیرم چجوری این اینجا رفتار کرد. همین اشکال تو ادارمون برای آقای فلانی هم اتفاقا پیش اومده بود. همین مشکل، هوا تو اتاق گرم هست، چرا فلانی داد و فریاد نمیکنه؟ فلانچی یه صدایی اومد، فلانی مثل یه صدایی، من داد زدم آها ساکت باش، ولی همکار من اینجوری نکرده. اینا نمونه های رفتاریه که آدم میبینه سود مقایسه کنه. چه اشکالی داشتم من، چرا اینجوری شدم، چرا تحمل نداشتم؟ منم آدمی زادم، اونم آدمی زاده، ولی اون تحمل داشته. میشه الگو گرفت.
و هر چی آدم سعی بکنه دقت بکنه تو این رفتارها، حتی ادب از که آموختی گفته است بیادب میشه، از بیادب هم ادب. یه چیزایی تو ذهن اومده جانتون ببلا، میخوام از همون مثالی که زدین استفاده بکنم. بسم الله. که فرمانی کسی که میبینیم که بازوهاش قویه و بعد خیلی دقیق هم توضیح میدادیم، من کم کم داشتم ترغیب میشدم بیام از شما برنامه بگیرم چند تا باش بازو. همون مثاله ببینین کسی که دوست داشته باشه به اونجا برسه، باز چون فرمودید ممکنه کسی بگه آقا در توان من نیست، اصلا بی خیال این ورزش شه. اما اون کسی که تصمیم میگیره و اراده میکنه مثل او عضلاتشو قوی بکنه، میره از اون مربی برنامه میگیره، میگه بعد تناسب اندام پیدا بکنه. درست. این تناسبی که فرمودید، این قرار نیست فقط یه جا رو قوی کنه از جای دیگه غافل بمونه، که در مجموع. حالا ما اینجا میخوایم پرورش اخلاق بدیم، تناسب اخلاقی پیدا بکنیم. آیا این مثال اینجا هم میشه این مثال رو آورد که ما باید یک برنامه جامعی رو دریافت بکنیم از استادی یا از جایی یا از کتابی که اخلاق ما متناسب رشد بکنه و به اون جایگاه. چون ممکنه این مربی به این فرد تشخیص بده که دو تا اینور، سه تا اونور، چهار تا اونور، به کسی دیگه جور دیگه ای، تعداد بیشتر، تعداد کمتر متوجه میشه. آیا اینجا هم این مثال ها اینا توضیحاتش باشه؟ اگر صلاح می‌دونین یه فاصله بگیریم، چون حرفای منم یاد شد اونجا، خواستم قشنگ این مثالی که شما درست تبیین بکنم، توضیحاتش باشه با جای سعیدی آری عزیز. بریم و برگردیم. من یاد خاطرات افتادم که باشگاه میرفتم و این مسئله میکردم، شاید شما الان همینطور، ولی به نظرم خوش به حال کسانی که از همه ظرفیت ها استفاده میکنن، برنامه میگیرن برای اینکه جایگاه علمی و معنوی و اخلاقی خودشون رو رشد بدن و به اون جایگاه مد نظر خدا و پیغمبر خدا برسن. ان شاءالله که هممون در اون مسیر رشد پیدا بکنیم. بریم و برگردیم و استفاده بکنیم از صحبت‌هاش. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که دارید دل میدید به برنامه خودتون و نگاه میکنید به این ذریح قشنگ و چشم نواز که در کنار من هست و ما مشرف هستیم به نوادگان عزیز از امام جواد علیه السلام، از امام هادی علیه السلام که 40 ستاره فروزان اینجا آرمیدن. هر کس قم میاد 40 اختران و امامزاده موسی مبرقه هم ایشان رو زیارت میکنه که فرزند امام جواد هستن، هم از 40 نفر از نوادگانشون رو، که خیلی توفیق بزرگی است و انشالله خدا نصیب قسمت همه شما بکنه. خب عرض کردم دیگه، اون برنامه‌ای که یه نفر که پرورش اندام میخواد کار بکنه از مربیش میگیره، حالا کسی که میخواد پرورش اخلاقی داشته باشه آیا باید برنامه‌ای بگیره و متناسب با اون شرایطی که داره اون برنامه رو ادامه بده؟ به چه صورت؟ یه سوال بپرسم، چرا ما به کاریکاتورها میخندیم؟ چون تناسب نداره. بزرگ نمایی میکنن یه جایی رو، تناسب ندارن. کله بزرگ، تن کوچیک، مثلا بینی بزرگ، چشم بزرگ، دهن کوچیک، طوری میشه خنده‌دار. خدا نکنه یکی تو چهرهش یا تو بدنش یه جاش یه ذره مثلا اینا اون رو بزرگش کنه. بعضی موقع اخلاق‌ها کاریکاتوری میشه توی زمینه تقویت، توی زمینه تضعیف، خدای نکرده خوب نیستش. اولا ره از آن رو که رهروان رفتن، کسانی که این مسیر رو رفتن برای ما جامع السعادات نوشتن. مرحوم نراقی برای ما نوشته که آقا توی این مسئله نگاه بکن، ببین من قدم به قدم مسائل اخلاقی رو برای تو میگم. و یه روایت اول بخونم توی این زمینه. من عمل به ما علم علمه الله ما لم یعلم. کسانی که نگرانند خب پیش کدوم استاد بریم، چی کار بکنیم؟ من عمله، کسی که عمل کنه، به ما علم، به آن چیزی که میدانند، همون قدری رو که بلد عمل کنه، علمه الله ما لم یعلم، خدا یادش میده. علمه الله فاعلش خداست، علمه الله ما لم یعلم، خدا اون چیزی رو که بلد نیست یادش میده. چجوری یادش میده؟ ابزار مختلف. گاهی در مسیرش یه رفیق خوب پیدا میشه، یه جمله ازش عمل میگیره، گاهی یه کتاب خوب پیدا میشه، گاهی یه حادثه‌ای رو، تصویر رو میبینه، از اون درس میگیره. من عمله به ما علم علمه الله ما لم یعلم. این جمله رو باید خواب کنیم بزنیم. روایته خیلی مهمه. بله. ارشد علما بزرگان ما نوعاً برای قدم‌های اخلاقی و تربیتی قدری که بلدی رو عمل.
عمل کن. نوعا میان سوال میکنن، شاید حالا به ما مراجعه بیشتری داشته باشن. حاج آقا نمیشه یه ذکر یاد بدی که یه شبه رئیس؟ آره اصلا فرمول رو میبرن یه جایی دیگه، مثلا بس دودیش میخوان بگن. آره میخواد بگه اینو بگم 170 بار بگم، بعد جلو تلویزیونم نشستم این دستگاهرم دونه دونه زیر کوله رو الان تموم شد، من دیگه الان متخلق به این اخلاق باشم. بیشتر شبیه شعبده بازی این چیزایی که توقع دارن عزیزان از مسائل دینی، مثل این شعبده ها دیدی که خرگوش میاره، مثلا یه کلا میاره از توش خرگوش رو در میاره میزنه و این تصویرهای دینی بیشتر تخیلای اینجوریه. متخلق شدن زحمت کشیدن میخواد، کار کردن میخواد. ما یه وقت بچه تر از این که بودیم یه پلاستیک میکردیم توی این آستینمون، بعد اینو فوتش میکردیم. اگه کرده باشم بچه‌های امروز نمیدونم یا نه، ولی خب باد میکرد یک بازوی بزرگ. این پشتش بازو نیستش که، ولی جلو آینه نگاه میکردی چه هیکلی هم بر خودت درست کردی، پیرنه باد میکرد و چه میشد اینها. مثل این شخصیت‌های فیلم‌های سینمایی که عموما از همین روش استفاده میکنه. شاید از اون وقتی که اون کارگردان تهیه کننده قسمت فیلم تموم میشه، این بنده خدا راه رفتن عادیش هم مشکل داشته باشه، اصلا نتونه یه پشر هم از خودش بزنه اینور، ولی خب یه قهرمان و یه سوپر قهرمان یا چیزی می‌بینیم. پس اون قسمت روایت رو خیلی دقت بکنیم، همون چیزی رو که بلدیم بریم جلو، خدا میفرسته بقیه‌اش رو. نگاه به الگوها، فلانی آقای فلانی داره وقتی میخواد نماز بخونه، وقتی میخواد حرف بزنه ادب داره توی حرفش. یک دفعه من ندیدم آقای فلانی، من بارها شده یکی از خدا حفظ بکنه همه بچهای صدا سیما گلن، یکی از دوستان مجری ما بود، ما تقریبا 90 برنامه با هم دیگه داشتیم. چه خوب. تو این 90 برنامه یک جلسه جلوتر از ما، حالا سنش یادا پایین، از در بیرون نرفت. این یعنی ادبی که اونجا نشسته و جلوی دوربین داره رعایت میکنه، همان ادبی است که پشت دوربینم داره همین کارو میکنه. اون کسی که به به حاج آقا خوش آمدید، وقتی اینجا دوربینم قطع میشه حرف زشتی از دهنش بیرون نمیاد. این حتی اگه حواسش هم نباشه، محکم بخوره زمین، پاشم درد بگیره، میگه یا فاطمه زهرا چقدر پام درد گرفتی. بعضی هم باید بوق پخش کنی دیگه، میگه نمیشه. و خدا نکنه آدم تشفی و شفای خودش رو به این خطاها بی‌ادبی و بی‌تربیتی میگه تا نزنمش حالم جا نمیاد، آروم تا 2 تا فوشش ندم اصلا درست نمیشه. خدا نکنی و میشه اینطوری ها. من برای خودم عرض شود که در مدینه پیش اومد، حالا خالی از لطف نیست تعریف بکنم سریعا میگه، در مدینه پیش اومد دیدم یه بنده خدایی دعوا شده با اون مثلا پلیس یا مسئولی که اونجا هستش و خیلی هم عصبی شده. نه این میفهمید اون چی میگه، اون عربی میگفت اینم فارسی، نه اونم میفهمید این چی میگه. من دیدم خیلی عصبی شده و این رگی گردن بیرون زده، صورت سرخ، دیدم که یعنی سکته میکنه. پیرمردی هم کشیدمش کنار که به یه بهانه‌ای که اصلا از این حالت بیاد بیرون، سکته میکنه. خلاصه گفتم که آقا بیا اینور من بهت بگم مثلا اینجا از این طرف باید بری. گفت نه حاج آقا، حالا مال موقعی بود که شاید بیش از 10 سال پیش. گفتش که نه حاج آقا، آخه این بعد از کلمه این شروع کرد به حرفای زشتی زدن به اون بنده خدا یا هم فحاشی کرد. 1 دقیقه شاید پشت سر هم فقط فحش داد. جالبش اینه که یه تکراری هم توش نبود. محاله بتونی اینجوری فحش بدی، یه تکراری توش اینقدر قشنگ و مرتب اینا رو پشت سر هم دید. معلوم بود که زبان عادت داره به این مسئله. یعنی اول فامیلای نسبی، بعد فامیلای سببی، مظاهره، همینو بعدش بود. صورت سفید شد، رگ گردن خوابید، آروم شد، شنای منم گرفت. آقا همه جای عالم از اینجور آدم ها پیدا میشه و رفت. تشفیه به بی‌تربیتی، تشفیه به حرام، تشفیه به این همون زمین خوردن است. وقتی آدم تربیت نشد چی کار کنیم که تربیت بشیم؟ یه همچین چیزی رو هم ببین توی روزی تو سن بالا خدایی نکرده نمیتونی نگه داری چون ملکه ذهنت شده دیگه، پاد میخوره به این لبه که دیگه دست خودت نیست، بلافاصله این کلمه شرمندم میشی، خجالتم میکشی، ولی زبون تربیت نشده، چشم تربیت نشده، سن گذشته، شهوت ها فروکش کرده، ولی چشم هیزی خودش رو داره، تربیت نشده این چشم. یه جای دیگه هم نگاه میکنی آقای مجتهدی رضوان خدا برش، رضوان خدا برای ما تعریف میکرد چجوری سر پایین انداختن، روایتاشو برای ما میخون
یا چه ثوابش چه جوریه. این چشم نیست، یعنی نمیتونه من از علما یکی رو میشناسم بنده خدا میگفت خواهرم چند بار توی محله با من همین شوخی رو کرده، میگفت میاد جلو این چادرم میگیره جلو صورتی، صداش عوض میشه، شروع میکنه از من مسئله پرسیدن، من متوجه نمیشم، نمیفهمم که خواهر خودمه چون نگاهش نمیکنم. این چشم تربیت شده است، چشم پایین حیا داره. خدا نکنه انشالله حالا توی یکی از برنامه راجع به این قضیه کامل صحبت میکنیم. اگر حیا رو اسمشو چیز دیگه گذاشتن، اگر خجالت رو اسمشو چیز دیگه گذاشتن، با حیا بودن رو اسمشو امول شدن و این چیزا گذاشتن، حالا راجع به این قضیه زیاد صحبت خواهیم کرد. قرارمون به تربیت شدن انشالله. میخوایم خودمون رو تربیت کنیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا. نفس به اهل مقدمه، اول خودم شروع بکنم. چیکار کنم برای خودم؟ عقلانی و منطقیش هم وقتی من خودم هنوز مشکل دارم چجوری میخوام بقیه رو؟ فاقد شی معطی شی نمیشود. من وقتی چیزی رو ندارم، پول تو جیبم نیست، نمیتونم به دیگری پول بدم کمکش کنم. فاقد شی معطی شی که نمیشم که. پس اول باید شروع بکنم. با چه روشی؟ اینم اهل بیت آموزش دادن که با چه روشی. فرمودن قبول ممن ینصحه، پذیرش داشته باش از کسی که نصیحتت میکنه. میاد بهت میگه فلانی شما تند اخلاقتا. نه تنده چیه بابا؟ اگه اینو بهش نگم که این نمیتونم، اصلا تسلطی ندارم تو خانواده. سر کلاس میگه فلانی اخلاق تنده. آدم هزار جور زود شروع میکنه جواب دادن. وقتی میگه اخلاق تنده یه ذره فکر کن، آره شاید اخلاقم تند باشه و شاید درست میگه. قبول ممن ینصحه، توفیق من الله. این از روایتی است که 3 قسمتی است که خدا مؤمن احتیاج به 3 چیز داره. یکی توفیق از جانب خداست، یکی پذیرش از کسی که نصیحتش میکنه و واعظ من نفسه. واعظ من نفسه یعنی خودش گوش خودش رو بکشه. هیچ کس هم نفهمید تو این کاری کردی، این حرف رو زدی یا این کاری کردی، ولی خودت که فهمیدی این مؤدبانه نبود، اینجا این حرفی که زدی حرف درستی نبود، پیامدش اینه که آبروش رفت. شاید خودش هم متوجه نشد ولی تو جمع ضایع شد، از بین رفت. پس هم قبول ممن ینصحه داشته باشه. حالا این من ممکنه یه وقتی کتابی باشه که نصح و خیرخواهی منو داره، یه وقتی شخصه، یه وقتی مادر منه مثلا داره منو تربیت میکنه توی این قضیه، یه وقتی شخص اصلا به در میگه دیوار بشنوه. اون دوتا دارن با هم دیگه یه حرفی میزنن. من خیلی باید عبرت گیرنده باشم تو این حرف. و اگر این فرمولو کنار هم دیگه چید، کم کم یاد میگیره، اون وقت ارتقا پیدا میکنه، دوباره همون حرف اول ایجاد میشه. من عمل به ما علمه الله یا ما لم یعلم. حالا چون حجم داشته هاش بیشتر میشه، عمل به داشته میکنه، دوباره از اون برم هی زیاد میشه. هرچه حالا میخوام مثاله رو که شما گفتی تکرار، هرچه وزنه بزنم بازوم قوی تر میشه، هرچی بازوم قوی تر میشه بیشتر میتونم وزنه بزنم و دوباره هرچی بیشتر وزنه بزنم دوباره بازوم قوی تر میشه. اینا هی همدیگر رو تکمیل میکنن و انشالله خدا توفیقش هم بده. رهزنهای راه رو که تو یکی از برنامه ها عرض میکنیم، این ورزشه، این بازو قوی شدنه، یه رهزن‌ها، یه تیغ‌هایی داره که کشیده میشه به این بازو، عضلات رو پاره میکنه. اونم انشالله بحث خیلی جذاب و دلنشین و مثل همیشه کاربردی و داریم لذت میبریم. انشالله این بحث رو به شنبه هفته آینده به شرط توفیق و حیات انشالله که عزیزانمون هم ما رو بپذیرند دوباره به محضرشون. امامزاده موسی مبرق در محضر شما هستیم و ادامه خواهیم داد. اوامری ندارین؟ ارزی نیست. موفق باشین انشالله. خیلی ممنونم همچنین شما. ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. برای ما دعا بکنید که ما مثل شما اخلاقمون بوی خوش گل محمدی بگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا یا حق. خداحافظ.